خب تا اینجا فقط ما چیکار کردیم؟ متصل شدیم به کنسول سویچ یا از طریق کامپیوتر اومدیم اینجا کامند پرومپتش رو ترمینال آوردیم و متصل شدیم و اینجا میبینید که به راحتی به سویچتون کانکت کردید. اینا چیزایی که سویچ برای شما فرستاده. یا اینکه راحت‌ترش اینه که روی خود سویچ کلیک کنید، اینجا توی قسمت CLIش میتونید تایپ کنید و دستورات رو بنویسید. برای اینکه یه مقدار فونتتون هم بزرگتر بشه، چون احتمالاً خودتون هم توی خونه یا جایی که دارید تمرین میکنید با این مشکل مواجه میشید، بیاید داخل سریع انجام دادم، بیاید داخل قسمت آپشن پریفرنسز، روی قسمت فونت، تب فونت، اینو یکم بزرگتر کنید. این البته مربوط به کامند لاینتون نیست، مربوط به خود اپلیکیشن. این فونت های اینجا اینا رو بزرگتر میکنه که بذاریدش به نظرم روی 11 شاید خوب باشه. برای CLI تون 12 برای کار کردن خودتون خوبه و من چون که میخوام ویدیو ضبط بکنم برای شما روی 13 میگذارم و اپلای میکنم. یه کوچولو صبر کنید، این انجام میشه دیگه، ببندیدش. تمام در واقع میبینید که اصلا همه چی درست شد توی صفحه و یه مقدار منطقی تر شد. البته میگم من اگه خودم میخواستم کار بکنم یه مقدار کوچیک‌تر میگذاشتم، ولی برای اینکه توی کیفیت فیلم بهتر میفته اینجوری گذاشتیم. خب ببینید الان دیگه خیلی واضح و روشن همه چی پیداست و میتونید ببینیدش. خب ببینید بچه‌ها، اینجا این محیطی که ما الان وارد شدیم، اولا نگاه کنید از اون بالا. اگر نگاه کنید سویچ شما وقتی که روشن شده یه عالمه، ببینید این لحظه روشن شدن سویچ بوده که نوشته بوت لودر 2960 و همینطور که میبینید همینجور که اومده جلو و اومده بالا، اینجا مثلا سیستم عامل لود کرده. این اصلا این چیزی که دارید میبینید تو اون لحظه اینا دونه 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 یواش یواش، مثلا یه سویچ 2960 شاید 2 دقیقه الی 3 دقیقه طول میکشه تا بیاد بالا. این دونه دونه اینا رو میزنه و میاد جلو. بعد دیگه چیزای دیگه، مشخصات کارخونه ایش، نمیدونم وارنینگاش، فلش ظرفیتش چقدره و اینجور چیزا، اینا رو همه رو بهتون میگم. بنابراین یه سری اختیارهای قانونی، مشخصات سویچ و سریال نامبر، پاور و مادربرد و نمیدونم چیزای دیگه، و اینکه این سویچ اگر یکم این سفر من بزرگتر کنم اینا رو منطقی تر نشون میده. ببینید نشون میده که این سویچ شماره 1، تو هر سویچی وارد بشید شماره 1 پس کی میشه این سویچ شماره 2 باشه یا 3 باشه؟ مثلا وقتی استک میکنید، حالا بحث الان نیست، وقتی چند تا سویچو به هم دیگه از طریق یه پورت خاصی وصل می‌کنی و بعد میگه که این سویچ 26 پورته. آقا مگه 24 نبود؟ 2 تا پورت هم سمت راستش بود که حالا یا SFP یا آپلینک معمولیه، در واقع RJ45. بعد مدل دستگاه رو نوشته WSC2960 24 TTL این دستگاه، که خب این حرفا خیلی مهمه و احتمالاً اون ویدیوی مربوط به دیتا شیت دستگاه رو تا حالا دیدید. اگه ندیدید لینکش رو میذارم این بالا ببینید. اینجا ورژن iOS رو براتون آورده که گفته iOS ورژن 15. الانی که داریم کار میکنیم با هم دیگه این آخرین ورژن iOS که اومده. همین دیگه در واقع نوع ایمیجش هم لمبیس هست، لمبیس K9، که حالا اینا دیگه خیلی چیزای مهمی نیست. بعد اومده اینجا و دیگه من اینتر میکنم، سویچ در واقع فرمان میگیره از من و من میتونم بهش دستور بدم. همونطور که توی یکی از ویدیوهای قبلی هم یه اشاره بهش کردم، اگر علامت سوال بزنید توی پرومپت سویچ یا روتر فرق نمیکنه، کلا توی سیسکو بدون اینکه اینتر بزنم یه علامت سوال فقط زدم، تمام دستوراتی که توی اون محیط امکانه استفادهشون وجود داره رو به شما نشون میده. جلسه قبلی تو سویچ واقعی زدم، این جلسه توی شبیه ساز دارم میزنم. ببینید یه 5 6 تا مثلا کم و زیاده دیگه، معمولا توی محیط واقعی، توی سویچ واقعی، بسته به مدلش البته، یعنی باز چیزایی که مثلا 2960 ساپورت میکنه ممکنه با 3560 متفاوت باشه. بسته به مدلش اینها در واقع دستوراتی که اینجا میبینید دستورات متفاوتی هستند. فقط اینو بگم که دستورات خیلی مهمی نیستن، یعنی دستوراتی که یه نفر باش بتونه تغییر اساسی یا مثلا روی کانفیگا بده یا مثلا خرابکاری کنه، مثلا کار رو استاپ بکنه یا عملکرد این سویچ رو استاپ بکنه نیستن اصلا. بنابراین این چیزایی که دارید ببینید مثلا پینگ دیزیبل که کار خاصی اینجا انجام نمیده، ترمینالی که شما میتونید بگید که مثلا پیغام خطاها یا وارنینگ هایی که روی سویچ میاد اینجا بیاره یا نیاره، تریس روت برای اینکه یه دستگاه دیگه رو تو شبکه مثلا تریس بکنیم، تلنت و SSH برای اتصال به دستگاه دیگه است. کلا چیز کانفیگی مربوط به این دستگاه شما اینجا نمیبینید. این محیطی که این شکلیه، یعنی در واقع به صورت سویچ با اس بزرگ مینویسه و یه دونه علامت بزرگتر میگذاره، اولین محیطیه که شما وقتی از بیرون متصل میشی به صورت مدیریتی به سویچ
یا روتر میبینی. یه لحظه بیاین روی وایت بورد من اینو بهتون نشون بدم. اینایی که این طرفه بچه‌ها توی ویدیوهای قبلی، اگر ندیدید ویدیوهای قبلی رو، لینک ویدیوهای اول رو توی دیسکریپشن میتونید پیدا کنید. اول ویدیو هم بود، توی دیسکریپشن میتونید پیدا کنید. یه پلیلیسته و اینا مربوط به ویدیوهای قبلیه، توضیحاتیه که توی ویدیوهای قبلی داده شده. من الان میخوام در مورد این قسمت صحبت بکنم. بهتون گفته اگر از طریق کنسول، تلنت یا SSH، یه ذره زوم کنیم اینجا رو، شما وارد سوئیچتون بشید، این ستایی که دارید میبینید اینجا بهتون نشون داده، اینا رو بچه‌ها بهشون میگیم لاین. اینا رو بهشون میگفتیم اینترفیس. یادتونه چند جلسه قبل صحبت کردیم کارت‌های شبکه‌ای که مربوط به سوئیچ هستن، ولی اینا اسمشون لاینه. در واقع از لاین ما ارتباط شبکه‌ای برقرار نمی‌کنیم. از لاین وصل نمیشیم به سوئیچمون که مثلا به شبکه وصل شده باشیم، دانلود کنیم، آپلود کنیم، به سرور وصل بشیم، اینجور چیزا. نه، لاین برای ارتباط با سیستم عامل روی سوئیچتونه. مثلا فرض کن در ویندوز بگیم که ریموت دسکتاپ یه لاینه. مثلا شما ریموت دسکتاپ میزنید که به اون ویندوز وصل بشی، کانفیگش کنی، تنظیمش بکنی در واقع. خب حالا اینجا به این صورته شما 3 تا لاین معروف دارید و محبوب دارید. توی یکی از ویدیوهای قبلی هم صحبت کردیم یک کوچولو در موردش. اینجا می‌خوایم بیشتر صحبت کنیم. یه لاین کنسول دارید که از همین روشی که دیدید با کابل کنسول شما میتونید از طریق یه دونه لپتاپ یا کامپیوتر به سوئیچتون متصل بشید. یه لاین شبکه‌ای هم داریم که حالا یا میتونید تلنت تنظیمش کنید یا SSH یا هر دو. حالا همه دستگاه تلنت قابلیت تنظیمش وجود داره، نمیگم پیش‌فرض تنظیم‌ها، قابلیت تنظیمش وجود داره. بعضی دستگاه SSH رو ساپورت نمی‌کنن که در موردش صحبت می‌کنیم، در مورد بحث آپگرید کردن iOS و اینجور چیزا. پس اول کنسول دستگاه‌ها فعاله، اون چیزی که اول فعال کنسول دستگاه است. بعد شما میرید تنظیم می‌کنید تلنت و SSH رو فعال می‌کنید. دقیقاً بحثای چند تا ویدیوی بعدیمون، اولین ویدیوهای بعدیمون همینه که شما تلنت و SSH رو بتونید روی دستگاهتون فعال بکنید که بتونید بهش کانکت بکنید. چه از طریق کنسول شما وصل بشید، چه از طریق شبکه با تلنت و SSH تنظیم کردی وصل شدی به دستگاه از طریق لاین. اولین محیطی که واردش میشی یوزر موده. شما اول وارد یوزر مود میشی. یوزر مود اونجاییه که قسمتیه که خیلی کار خاصی شما نمیتونید انجام بدید. دستوراتی که میبینیم عمدتاً حالا یه مثلا فرض کن که ری استارت کردن دیگه، اون چیزی که خیلی بخواد آسیب بزنه به شبکه اینه که شما یه ری استارت نهایتاً بتونی انجام بدی. پس یوزر مود محیطیه که داخلش، من پرومپتشو بنویسم، پرومپتی که شما میبینید این هست سوئیچ با اس بزرگ علامت بزرگتر. یا اگر همین کار داخل راوتر انجام بدید شما این رو میبینید، راوتر با آر بزرگ، آر اول بزرگ، یه علامت بزرگتر. هر موقع علامت بزرگتر دیدید به معنای اینه که شما وارد یک محیطی شدید به اسم یوزر مود و در این محیط خیلی کار خاصی از دستتون بر نمیاد و اگر نتونید برید توی محیط بعدی که دیگه تو اون محیط شما اختیارات کامل رو دارید، در این محیط کار خیلی خاص کانفیگی شما نمیتونید انجام بدید. برای رفتن به محیط اصلی باید شما یه دستور رو تایپ بکنید به اسم اینیبل. الان میریم با هم انجام میدیم. وقتی شما دستور اینیبل رو تایپ میکنید وارد محیط اینیبل مود میشید یا پریویلیج مود هم بهش میگیم، یعنی محیط مدیریتی. اینیبل مود حالا بیشتر بهش میگیم، اینیبل میزنیم وارد اینیبل مود میشیم، سخت نیست که. پس شما اینجا یه دستور مینویسی اینیبل، اینتر میکنی. اتفاقی که میفته اینه که پرومپتت الان با هم میبینیم این شکلی میشه سوئیچ علامت هشتگ. لینوکس کارا این برای شما آشناست. علامت هشتگ به معنای اینه که یه ادمین، یه روت، یه یوزری که در واقع یوزر اصلی هست لاگین کرده. اینجا وقتی شما این علامت هشتگ یا علامت شارپ رو دیدی دیگه مطمئن باش که همه کارهایی که ادمینی هست و مدیریتی هست رو تو میتونی انجام بدی. برای خروج از این قسمت هم کاری که باید انجام بدید اینه که دستور دیزیبل بنویسید دیزیبل یا حالا اگزیت هم بنویسید، باز دوباره برمیگردید به همون محیط قبلی. حالا ممکنه بگید که آقا این چه مرضی بود، چه کاری بود، من بیام داخل یوزر مود بعد بنویسم اینیبل برم توی اینیبل مود این کارو بکنم. اولا برای جلوگیری از زدن دستورات تصادفی این قضیه، خب ولی به همین یه دلیل که نمیان این کارو بکنن. اینجا نگاه کنید، این قسمت شما میتونید پسورد بذارید. یعنی شما این خطی که من کشیدم رو در نظر بگیرید، یه مرزیه که یه نگهبانی اینجا قرار داره. اینجا میگه آقا شما چیزو به من بگو، رمز عبور رو به من بگو. من اگر رمز عبور حالا یا پسورد خالیه یا یوزرنیم و پسورد، روش‌های مختلف داره، میگم تو ویدیوهای بعدی بهتون. اگر زدی من اجازه عبور بهت میدم، در غیر این صورت اجازه عبور نمیدم. حالا منطقی تر شد نه؟ میزنیم اینیبل، ازمون پسورد میپرسه. اگه پسورد رو بلد بودیم راهمون میده، اگه پسورد رو بلد نبودیم راهمون نمیده، پس اجازه نمیده که ما کارهای مدیریتی و ادمینی انجام بدیم. برگردیم توی پکت تریسر، توی محیط
تستمون توی لابراتوار. خب من الان داخل محیط یوزر مود گیر کردم، میزنم اینیبل. چجوری کاملش کردم؟ یه چیز دیگه هم یاد بگیریم بچا. وقتی شما میزنی EN مثلا و تب میزنی، دکمه تب توی لینوکس و سیسکو که از لینوکس مشتق شده خیلی خیلی پرکاربرده. شما یه تب میزنی این دستور کامل میشه. میبینید اگر تعداد حروف کافی از یه دستور رو تایپ بکنید، تب بزنید، اون دستور کامل میشه. پس یه بار دیگه تست میکنم. ببین ای میزنم، تب میزنم، هیچی نمیشه، چون احتمالاً دستورات دیگه‌ای که با ای شروع میشن هم وجود دارن. ولی وقتی ای ان بزنم، چون هیچ دستوری با ای ان شروع نمیشه در این محیط یوزر مود، من تب بزنم این کامل میشه. خیلی خوب، زدم اینیبل، اینتر میکنم. ببین چی شد. آقا پس پسورد کو ست نکردیم هنوز، باید تنظیم کنیم. یعنی این سویچ خامه. اگر تنظیم بکنم اینجا تا اینیبل رو میزنم، پسورد اینیبل ازم میخواد. اسمش هم همینه، اینیبل پسورد اینیبل. پس اینیبل زدم، وارد این محیط شدم. الان اگه علامت سوال بزنم، ببین چقدر دستوراتمون زیاد شد. با اینتر میتونم برم خط. تا مادامی که اینجا مینویسه مور، باز دوباره اینا لینوکسیه، تا مادامی که اینجا مینویسه مور یعنی هنوز چیزای دیگه برای نمایش وجود داره. دو تا کار میتونید بکنید، یا اینتر بزنید خط به خط بهتون نشون بده، یا اسپیس بزنید فاصله بزنید، یک صفحه میبره جلو و صفحه بعد رو بهتون نشون میده. پس اگر من اسپیس بزنم دیگه الان تموم شد دیگه، صفحه بعدش رو بهم نشون داد. یه بار دیگه ببخشید، اگر علامت سوال بزنم با اینتر میتونم برم خطای بعدی. میبینید؟ یا یه موقع یه لیست خیلی بلند بالا داره بهتون نشون میده و شما نمیخواید دیگه بقیه‌اشو ببینید. کاری که میتونید بکنید خب اینه که چند تا اسپیس بزنید بیاد بیرون، یا نه اگه خوشتون نمیاد همین الان میخواید بیاد بیرون، کاری که میتونید بکنید اینه که هر کاراکتری رو تایپ کنید، هر کاراکتری غیر از اسپیس و اینتر. مثلا میزنید H، ببین تایپش هم نمیکنه، میاد بیرون از لیست نمایش دادنتون. پس این به این صورته. میخواستیم چیکار کنیم؟ میخواستیم از این محیط بریم بیرون یه بار. الان من میزنم دیزیبل من بزنم میره بیرون. یه بار دیگه اینیبل، جاییه که پسورد ازمون میپرسه. علامت سوال بزنم، دستوراتی که اینجا هست و میبینید دستوراتش متفاوته، اصلا که چیزای جدیدی اضافه شد اینجا. اگر برم بیرون اگزییت بزنم یا دیزیبل بزنم و اینجا علامت سوال بزنم، اصلا یه چیزای دیگه است. یه بار دیگه اینیبل بزنم، وارد بشم، علامت سوال بزنم، میبینید به این صورته. پس توی این ویدیو ما یاد گرفتیم که یه محیطایی داخل سویچمون وجود داره. محیط اولی که وارد میشیم، چه از طریق کنسول یعنی فیزیکی وارد بشیم، چه از طریق تلنت و SSH، محیط یوزر موده و از یوزر مود با زدن دستور اینیبل میتونیم وارد اینیبل مود بشیم یا پریویلیج مود و بعد با زدن دیزیبل میتونیم خارج بشیم و بین این دوتا میتونیم پسورد بگذاریم. سوالی بود داخل کامنت ها طبق معمول بپرسید، همه رو جواب میدم. لایک یادتون نره. از همه اینا مهمتر اینه که شیر بکنید برای دوستانتون و سیسکو دوست ها و کسایی که میخوان پیشرفت داشته باشن در این زمینه. انتهای این ویدیو لینک ویدیوهای بعدی نمایش داده میشه و میبینمتون توی ویدیوهای بعدی.